امروز زنهای ما و شما فقط ترس خدا را در 4 کلمه پختن به مزار بردن میدانند، یا یک شیربرنج یا یک آتله پخته و در همسایه دادن میدانند، یا رفته مزار حضرت سلطان یا برق زیارت کردن برای خود همین ترس خدا میدانند. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، اگر مبادا این بد صدای من به گوش شما رساند، همین شوهرهایی که در خانه شما هست منزلت و بزرگیشان به نام خدا از حضرت امیرجانم، سلطانم، برقم، از همه اینا دیده در پیش تو منزلت و بزرگی این بلند است، این منزلت بزرگ است. تو آن کلمه هایی که زیبایی که میپذی و من میدانم به نیت خوب میپذی، تو به اخلاص میپذی، لیکن همونا را در پیش همین بزرگوار که شوهر توست گذار همین خورد در حق دعا کند، انشاءالله تو بیشک جنتی. یا شیربرنج یا دیگر نوع خوراکی نباشد، تو برای شوهرت مهیا کن، انشاءالله مزار تو همینن، بزرگوار تو